این خودش عبادت است، فرمان پروردگار است. اگر این خیلزن از دنیا گذرد و شوهر از او راضی باشد دخلت الجنه. حبیب خدا گفت همه دروازه های جنت، 8 در جنت این زن صدا میکنه یعنی به ما بیا. لیکن زنی که اگر نماز ندارد یا اینکه زنی که نماز دارد، یا به نمازش یک طرف بگذاریم، به نمازش ما دیگر صحبت هم نداریم. زنی که نماز دارد، روزه میگیرد، از این ماه رجب هم روزه میگیرد که ماه رجب هم یگان حدیث صحیح در بابش وجود ندارد که روزه این هم یگان ثوابی هم ندارد. از ماه رجب هم روزه میگیرد خب، لیکن شوهر از او راضی نیست، شوهر پیوسته ملال میکند، شوهر پیوسته گویم که فقط همون پول و مالش نظر میکند، دیگر احترام او، فرزندهایی که از این گویم که در بین اینها پیدا شده است اینا را تماما اهمیت نمیدهد. این گونه زن اگر از دنیا گذرد، شوهر اگر بالای او غضبان باشد، حبیب خدا گفتن ثلاثه لعنهم الله، این 3 طایفه در لعنت الله گرفتارند. لعنت الله این حاصل نیست، لعنت الله این است که تو از رحمت، از مهربانی، از فایده ها و راحت جنت محروم هستی. 3 طایفه، من اما قوما و هم له کارهون. یکم همون ملایی که مردم وی بد میبینند. از چی خاطر؟ از خاطری که با مردم حقیقت بیان نمیکنند. با چی خاطر بد میبینند؟ به خاطری که اسلام و ملاگی را فقط برای پول جمع کردن استفاده برده ایستاده است. فقط گویند بسیار بابای ایشان ای، بابای فلانی ای، بابای فلانی ای گفته، با این خاطر فقط نان و آب مردم چکار میکند؟ استفاده میبرد، همپروری میکند. مردم به این خاطر بدش میبینند، برای که نان و آب ما میخورد، لیکن از خدا و پیغمبر چیزی صحبت ندارد، با مردم چیزی نمیگوید. این خیل طایفه زیادند. یکم انا همین خیل ملاها در لعنت الله گرفتارند. دوم کی است؟ و امرأة باتت و زوجها عنها علیها غضبان. بین دویمش همان زنی هست که در یک خانه با شوهر زندگی دارد، در یک جایگاه خوابند، لیکن با